اینها از این وسایل استفاده میکنن برای بد معرفی کردن چهره اسلام از گونه های مختلف، گاهی از طریق کتاب، گاهی از طریق مجله، گاهی از طریق روزنامه، ماهنامه، فصلنامه، گهنامه، به هر حال خیلی زیاده دوستان عزیزم، از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق اینترنت، سوشال میدیا به صورت کلی، فضای مجازی، از تمام این وسایل استفاده میکنن برای بدنام کردن چهره اسلام. ما در مقابل باید چیکار بکنیم؟ از تمام این وسایل استفاده بکنیم برای رد این شبهه و خوب معرفی کردن و همان معرفی واقعیت چهره اسلام، آنچه که اسلام خودش را معرفی میکنه، آنچه که اسلام از منابع زلال و منابع واقعیش خودش را معرفی میکنه، از همان منبع ما اسلام را برای مردم معرفی بکنیم که آهای مردم، آنچه که رسانه های غربی میگن و نوکران و اجیران غرب درباره اسلام برایتان میگن و به خوردتان دادن دروغه. اسلام را دین کشتار، اسلام را دین قتل، اسلام را دین وحشت، اسلام را دین بربریت معرفی کردن، در حالی که اسلام دین رحمته و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله برای پیامبر میگه ای پیامبر ما جز رحمت چیز دیگری تو را نفرستادیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نه برای انسان ها بلکه برای حیوانات، برای جمادات، برای نباتات، برای انسان ها، به همه جنیات، همه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم رحمت فرستاده شده. اسلام دین رحمت، دین رحمت و دین بخشش، دین عفو و دین گذشت. ما را به گذشت و عفو ما را فرا میخوانه، به بخشش ما را فرا میخوانه، به مهربانی ما را فرا میخوانه، حقوق دیگران را مد نظر میگیره، حقوق پدر، حقوق مادر، حقوق همسر، حقوق شوهر، حقوق زن، حقوق فرزند، حقوق همسایه، حقوق همجوار، حقوق هموطن، حقوق رفیق، همه. ببینید اسلام عزیز همه این خوبی ها را برای ما میده، دین رحمته. ما در برابر اسلام واقعی را برای جهان عرضه بکنیم، از طریق رسانه ها، از طریق رادیوها، از طریق سوشال میدیا، فضای مجازی، از طریق نوشتار، کتاب بنویسین، مقاله بنویسین، کسایی که دست به نوشتار دارید، در روزنامه ها پخش کنید، در مجله ها پخش کنید، در ماهنامه ها پخش کنید، در فصلنامه ها پخش کنید، در گاهنامه ها پخش کنید، در همه پخش کنید، پخش و نشر کنید. اینه که یکی از راه های مبارزه از همان طریقی که دشمن استفاده میکنه. چه بسا افراد میآیند برای ما میگن که شما از این وسایلی که غرب برای شما داده دارید بر علیه غرب حرف میزنید. نه، اونها دارن بر علیه ما حرف میزنن، اونها دارن چهره اسلام را بد معرفی میکنن. ثانیاً این وسایل را مفت و مجانی که با ما ندادن، در برابرش از ما پول میگیرن. مفت که برای ما ندادن که بر ما منتی داشته باشن. و ثالثاً قضیه منت گذاشتن اونها و نوکران و اجیرانشان، وقتی که در برابرشان قرار میگیری، تو چرا از کامره استفاده میکنی؟ چرا از کامپیوتر استفاده میکنی؟ در برابرش پول دادم از آن استعمال میکنم. برای شما اصلا این قضیه یعنی ربطش به شما چیه؟ چرا شما اعصابتان خراب میشه؟ ما از همین وسایل استفاده میکنیم بر علیه اونهایی که بر علیه ما استعمال میکنن و بر علیه ما استفاده میکنن و هیچ منتی اونها بر ما ندارن، زیرا ما در برابرش پول میپردازیم. و اگر این گونه باشه، به هر حال خیلی از مسائل باز میشه که من نمیخوام این قضایا را حالا اینجا مطرح بکنم، در جاهای دیگه مطرح ساختم بارها. خیلی از مواد خامی که امروز اونها استعمال میکنن از کجا میکنن؟ نفتی که استفاده میکنن از کجا میارن؟ خیلی دیگه از چیزها. پس لذا منتی بر ما ندارن، منتی بر ما ندارند. و این که سرزمین های اسلامی فعلا به این حالت ضعف قرار گرفته از نظر تکنولوژی، خب اینها اجازه نمیدن. اگر منم این قدرت را میداشتم و بربریت و ظلم و تجاوز می داشتم و در سرشت من مثل اونها این حالت می بود، به کشورشان تجاوز می کردم، استعمار می کردم، اشغال می کردم، اجازه اونها نمیتونستن اینقدر پیشرفت بکنن. اونها دقیقا همین کار را در سرزمین های اسلامی سال هاست که انجام میدن. استعمار میکنن، تهدید میکنن، میزنن، میبندن، میکشن، تطمیر میکنن، از بین میبرن. بعد انتظار دارید که سرزمین های اسلامی به اوج تمدن برسه، وقتی که مسلمان ها امنیت داشتن، قدرت داشتن، اتفاق داشتن، تمدن داشتن، همه چیز در دسترسشان بود. لذا این
طرز تفکر و این طرز دیدگاه نسبت به اسلام وقتی معرفی میشه، ما باید در برابر پاسخ بدیم، نباید سکوت بکنیم. مثل اینه که یک نفر به عنوان مثال شما را بیای بخه این قسمت گلویتان را بگیره محکم بفشاره، فشار بده، شما را در حال خفه کردن قرار بده، شما را خفه بکنه، بعد بگه دست و پا نزن، آرام آرام بمیر. یعنی چی؟ طرف بر من حمله میکنه، بر مقدسات من حمله میکنه، بر دین من حمله میکنه، بعد من سکوت کنم که والله به همون تعبیر خودشان فرهنگ گفتمان را ما باید بفهمیم. تو اگر فرهنگ گفتمان میفهمیدی ما را توهین نمیکردی، جسارت نمیکردی، مردانه میآمدی در برابر مینشستی و گفتگو میکردی، مناظره علمی میکردی. داری توهین میکنی، جسارت میکنی، بعد من سکوت بکنم که والله تو چی کاره هستی، از کجا هستی؟ برادران و خواهران مسلمانم، حرفم اینجا بود از همان وسایلی که اونها استفاده میکنن ما باید برای معرفی چهره اسلام واقعی استفاده بکنیم، باید استفاده بکنیم. این در حد این نیست که اگر استفاده بشه بهتره، نه، باید استفاده بکنیم. زیرا یک دعوتگر، یک فردی که از دین میفهمه، یک مسلمان باید از تکنولوژی روز استفاده بکنه و مسلح باشه با تکنولوژی روز و خودش را وفق بده بر اساس تکنولوژی و بر اساس مقابله و مبارزه. امروز شما ببینید کشورهای اروپایی، وقتی که یعنی کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای غربی به صورت کلی، ببینید شما وقتی که اینها میخوان جنگای نظامی بکنن، هر روز میبینی یک سلاح جدید میسازه تا این که طرف مقابل را بترسانه، چون میدانه که اگر در برابرش کوتاهی بکنه از نظر سیاسی، اگر در برابرش کوتاهی بکنه خلاص شکست میخوره، از بین میره. اصلا چگونه بگم برایتان، اصلا کل حالت نظامیشان از بین میره، حالت شکست رو بر خودش میگیره، مورال نظامیشان کاملا از بین میره. لذا دوستان عزیز و بزرگوارم، اونها کوشش میکنن وقتی در برابر یکدیگر قرار میگیرن از تمام وسایلی که طرف استفاده میکنه اون هم استفاده کنه، از اون سلاحی که اون با آن مسلح میشه اون هم استفاده بکنه. و دقیقا در دعوت اسلامی این هست. مادامی که یک مبشر مسیحی، یک کشیش مسیحی، یک مستشرق، یک سیکولار، یک دیگراندیش بیدین استفاده میکنه، دیگراندیش دینی بیدین دیگه برام، دیگراندیش دینی استفاده میکنه، ما باید از همان وسایل استفاده بکنیم و بتوانیم که در برابر برایش پاسخ بدیم. و من برایتان گفتم دوستان عزیزم، 100 قدم اونها، 1000 قدم اونها، 1 قدم حق، همه اینها را از بین میبره. چون شبهه اینها استدلال ندارن، شبهه دارن. وقتی شبهه را برای یک مسلمان مطرح میکنه، میگه اسلام دین وحشت، اسلام دین بربریت، اسلام دین فلان، اسلام دین افراطیت. وقتی شما بیاین برای یک مسلمان اسلام را به معنای واقعی کلمه معرفی کنین و بگین که جریانهای تروریستی و جریانهایی که خودشان را منتسب به مسلمان ها میکنن اینها ربطی به اسلام ندارند، به این معنا ربطی به اسلام ندارند که عمل کرده اینها از معیار اسلام خارجه، از خطوطی که اسلام تعیین کرده خارجه، خیلی راحت خلاص. و آیات قرآن کریم را میخوانی، تلاوت میکنی، 2 تا آیه کفایت میکنه، بساط اونها جمع میشه. به همین واسطه میترسند که یک کس به نام مسلمان بیای یک شبکه داشته باشه. الحمدلله امروز میبینید رسانه های اسلامی به زبانهای مختلف و خاصتا به زبان فارسی که گویش ما به زبان فارسی هست، میبینیم که به وجود آمده اینها ترس و هراس تمام وجودشان را گرفته، از مسیحیش، از سیکولارش، از غرب زدهش، از رسانه غربیش، از کسانی که اجیر غربند، همه به سر و صدا افتادن و جیغ و داد میکشن و داد و فریاد میزنن که آی اینها نفاق میاندازن و آی اینها افراطیت میارن و آی اینها فلان میکنن. چرا؟ چون میخواد که خودش باشه، میدان برایش رها بشه، میدان خالی گذاشته بشه. شما میدانید که اگر میدان رو ما خالی بگذاریم یقینا یکی میاد میدان را پر میکنه و اینها در طول این مدت میدان را پر کردن، هر دروغی را که به خورد مردم دادن، هر چرندی را که به خورد مردم دادن،
هر شبهه‌ای را که در ذهن مردم انداختن. ولی وقتی که اینها پاسخ داده میشه، اینها بیقرار میشن. های چرا اینها چنین میگن؟ های اینها افراطیت میارن. افراطیت یعنی این که چرا برای ما پاسخ میدن؟ چرا رمز و رموز ما و برنامه‌های ما را افشا میکنن؟ سکوت کنید، شما چیزی نگید. شما معتدل باشید، مثل همون مسلمان هایی که با ما همدستند، با ما همکاری میکنن، برای ما کار میکنن، تلاش میکنن که اسلام را با ما یکی بسازند و میخوان که اسلام آمریکایی و اسلام فرانسوی و اسلام آلمانی و اسلام فلان معرفی بکنن که هیچ تضاد با نظام و قوانین غربی و فرهنگ غربی نداشته باشه و کلتور مردم اصلا یک کلتور غربی باشه. اون مسلمان خوبه، مسلمان معتدل، مسلمان میانه روه. لذا دوستان عزیز و بزرگوارم، یک تعداد از مردم وقتی که در برابر این شبهات قرار میگیرن، شروع میکنن به طرفداری دشمن، چون نمیفهمه از اسلام. یعنی میخواد از راه دیگری میخواد از اسلام دفاع بکنه، انکار میکنه، آیات قرآن را انکار میکنه چون خودش پاسخ نداره، اسلام را انکار میکنه چون خودش پاسخ نداره. راه حل اینه که ما به اسلام واقعی مراجعه بکنیم، مطالعه بکنیم، بفهمیم، بعد از آن که فهمیدیم آن را به خوبی برای مردم معرفی بکنیم که اسلام همین دینه. دین اسلامی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند همینه. دین اسلام دین بربریت و ظلم و وحشت و جنایت و آدمکشی و از بین بردن بیگناهان و اینها نیست. خیلی راحت میشه این قضیه را معرفی کرد، زیرا الله متعال سبحانه و تعالی میگه من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که انسان بیگناهی را میکشه مانند اینه که تمام بشریت را کشته. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. الله متعال میگه کسی مؤمن را بناحق میکشه، الله متعال به او 4 عذاب میده، 4 عذاب بر الله بر او مرتب میکنه. و غضب الله علیه و لعنه، الله متعال سبحانه و تعالی او را غضب میکنه، الله او را لعنت میکنه. بلکه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، او را وارد جهنم میکنه. این 3 تا. 4 و اعد له عذابا عظیما، عذاب بزرگ را الله بر او آماده دیده و آماده میکنه. لذا دوستان عزیزم، بیاید از این زاویه، از زاویه اسلام واقعی، اسلام را برای مسلمان ها معرفی بکنیم و از تمام وسایلی که در دسترس داریم، اونهایی که مال دارن در این راه مصرف بکنن، اونهایی که علم دارن در این راه از علمشان استفاده بکنن، اونهایی که حرف برای گفتن دارن و زبان برای گفتن دارن علم بیاموزن و از اون استفاده کنن، اونهایی که رادیو در دسترس دارن، اونهایی که مجله در دسترس دارن، اونهایی که فیسبوکی در دسترس دارن، اینستاگرامی در دسترس دارن، تلگرامی در دسترس دارن، باید از تمام وسایل استفاده بکنیم. زیرا هجمات دشمن زیاده، باید در برابر حداقل چند نفری باشن که اینها را پاسخ بدن و این دروغ ها را افشا بسازن که اینها دروغ میگن.